پاسخ من به سوال شما که اگر تنها اجازه گرفتنی یک کتاب رو می داشتم در همین سن و سال و روحیه که امروز دارم، من رمان تاریخی دیوار خراسان را انتخاب میکردم. زیرا توجه به تاریخ، آموزش و بهره برداری از روزگار مردان بزرگ تاریخ آفرین همیشه یک از نیازهای معنوی انسانیت سرچشمه میگیرد که جنبه های گوناگون آن در آثار مختلف علمی و فرهنگی از آن جمله ادبیات و فلسفه و روانشناسی یا ادبیات بدیعی تجلی پیدا کرده است. بنا به تاکید اهل علم هم یگانه وسیله خویشتن شناسی تاریخ است. تاریخ باشد پیوندی روحانی نسل هاست. محض توسط خودآگاهی تاریخی است که انسان میان دیگر موجودات زنده جدا شده می ایستد و از فرش تا عرش نفوذ کرده به بیت الشریف هستی می رسد. این همه را من در رمان تاریخ دیوار خراسان مطالعه کردم و هر باره که این کتاب را می خوانم هم به گذشته دور می روم و هم امروز خود را می بینم و هم به آینده خلاصه های می برارم. یعنی رمانی که من تنها او را اگر می گرفتم این رمان دیوار خراسان بود.